سلام دوستان، وقتتون بخیر. خب الان میخوام مرحله دوم رو براتون توضیح بدم که صبح یه مقدار براتون توضیح دادم. مرحله ماستیک هم بتونه کاری بعد که درزا رو باز کردین و روغن زیرکار رو دیواراتون زدین، باید بیاین مرحله دوم رو شروع کنین. با یه کارتکل لیست تهیه میکنین. بعد بتونه هم که همین رنگ فروشی ها دارن، میتونیم به صورت کیلویی تهیه کنیم، میتونین از اینا تهیه کنیم. من پیشنهاد میدم از این مدل بتونه زیرکار تهیه کنید، چون اینا کیفیت کاریشون خیلی خوبه و خوب جواب میده. بعد حالا بهتون نشون میدم که بعد از اینکه درزا رو باز کردین و روغن زیرکار رو زدید، مرحله دوم میرسیم به بتونه کاری. بیان تا بهتون نشون بدم.